سلام بیننده و شنونده و اخلاصمندی یوتیوب کانال ما. اینک برایتان یک قصه را بازگو میکنیم. این هم از حیات آموزگار است. شاگردی که از معلمش میپرسد چرا تا حال ازدواج نکرده اید؟ پس توجه نمایید. قصه واقعی است. حالا برای شما قصه میکنیم. قصه ها افشاگری راز دلند. معلمه با اینکه زیبا و اخلاق خوب داشت، هنوز ازدواج نکرده بود. بار شاگردانش کنجکاوانه از او پرسیدند: معلمه، چرا با اینکه دارای اخلاق و حسن زیبا هستید هنوز ازدواج نکرده اید؟ معلمه در پاسخ به نقل پرداخت. زن 5 دختر به دنیا آورده بود. شوهرش آن زن را تهدید کرده بود که اگر بار دیگر دختر به دنیا آورد او را در کوچه رها می کند یا به هر نوعی که باشد از او خلاص می شود. همین طور خواست خداوند بود که آن زن بار دیگر دختر به دنیا آورد. پدرش آن کودک را هر شب کنار کوچه های شهر رها می کرد. صبح که می آمد می دید که کسی طفل را نبرده است. تا 3 روز این کار ادامه داشت و مادرش هر شب برای طفل دعا می کرد و او را به خدا می سپارید. خلاصه آن مرد خسته شد و طفل را به خانه بازگرداند. مادرش خیلی خوشحال شد تا اینکه بار دیگر باردار شد و این بار خیلی نگران از آن بود که مبادا باز دختر به دنیا آورد. اما خواست خداوند بود که این بار پسر به دنیا آمد. اما با تولد پسر دختر بزرگشان فوت کرد. بار دیگر باردار شد و باز پسر به دنیا آورد. اما دختر دومشان فوت کرد. زن 5 مرتبه پسر به دنیا آورد و 5 دخترش همه پسی هم وفات کرد. اما فقط یک دخترشان، همانی که پدر میخواست از او خلاص شود و هر شب به کوچه رهایش میکرد، همان دختر زنده ماند. مادر فوت کرد و آن یگانه دختر و پسرها همه پی هم بزرگ میشدند. میدانید آن دختری که پدرش میخواست از او خلاص شود کی بود؟ آن دختر منم. و من بدین خاطر تا حال ازدواج نکردم که پدرم خیلی پیر است و کسی نیست که او را نگاه بین کند. حالا من خدمتش را میکنم و آن 5 پسر یعنی برادرانم فقط گاه خبرش را میگیرند. پدرم همیشه گریه میکند و پشیمان از کاری است که در کودکی با من کرده است. میدانید شاگردان عزیزم، چه بسا چیزهایی را که دوست ندارید و ناپسند میدانید اما برای شما در آن خیر نهفته است. اکنون فهمیدید که من چرا ازدواج نمی کنم. تا آن دمی که پدرم زنده و سلامت است من خدمتش را می کنم و عصای دست پدر می شوم. با شنیدن جواب معلمه شاگردان همه کف گفتند و تشکر معلمه، احسنت به جسارتتان گویان. وعده می کردند که ما نیز در آینده بزرگ می شویم و مثل شما خدمت پدرمان را به جا می آریم. بیننده عزیز، این بود قصه امروزه برای شما. راوی قصه دلافروز حفیظ. مدام سلامت باشد.